خوش اومدید به استارت 96. کمکان حسینی هستم و در خدمت شما از رادیوی پستو. اپ ما رو میتونید از اندروید سامسونگ اگه داشته باشید میتونید بریزید دانلود کنید توی موبایلتون و به صورت لایو این برنامه رو گوش کنید. ما متاسفانه کمکان شرایطمون طوری نیست که بتونیم بریم بالای یک تلویزیونی و یک کاری که شما دوست دارید انجام بدید. به هر حال همین که الان اینجاییم و با یک رادیو اینترنتی حقانیت کامل این برنامه است و قدرت این برنامه است که میلیونی شده با 2 تا سیم. اما نکته بسیار مهم این است که امروز به خاطر اینکه ماه رمضان مسلمانان هم آغاز شده است و همین خاطر راجع به ماه رمضان، یعنی روزه‌ای که دوستان میخوان بگیرن و اینا، خیلی ها تماس گرفتن که آقا یه توضیح هم راجع به روزه بدید که حتما این کار رو میخوایم امروز انجام بدیم. ما دنبال پست و پول و مقام نیستیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نه اینکه ریاستارتیا در آینده در رؤوس مملکتشون نباشن، اپوزیسیون دیگه به حال این همه دارن تلاش میکنن اینا و چه بهتر که اینها باشن و کی بهتر از اینا. نکات مهمیه. ولی راجع به شخص خود حسینی که داری حرف میزنی بدون که قوانین مقننه، 22 تا قانون من دارم میذارم رو میز و مردم انتخاب میکنن. اگر دوست داشتن از این 22 تا قانون انتخاب میکنن در قانون اساسی آینده میگذارند. شما با کجای این جمله مشکل داری؟ خیلی جالبه. این اگه من بهتون بگم مثلا تو میخوای بری شاه شی، میخوای بری نمیدونم وزیر شی، نخست وزیر شی، میخوای رئیس جمهور شی، ما اگه یقتو به چشم میگیم چه غلطی داری میکنی منطقیه. ولی اینکه ما میخوایم قانونی رو به مردم بگیم که بگیم مردم دوباره گول نخوره تو زندگیتون و یک بار برای همیشه امپراتوری تصوف درست بشه، یعنی از روی قانون اساسی امپراتوری تصوف درست میشه و نه از روی نوع حکومت. این که نکته مهمیه. هرچند که امپراتوری تصوف خودش نوع حکومت داره، یعنی بخوای یا نخوای تو قوانین اساسیش طوری ریخته میشه که مجبور میشیم که به جای اینکه دزدی کنند حکام به مردم برسن، اصلا مجبور میشی، اصلا قانونش مجبور میشی. به همین خاطر ما هیچ مشکلی با هیچ اپوزیسیونی واقعا نداریم. یه برنامه است که خودش اومده راشو باز کرده. حالا اگه 5000 نفر 6000 نفر گارد ویژه داخل ایران هستن که میخوان جونشونو بدن، خب اونا میرن مدافع حرمن جونشونو میدن برای بشار اسد، اینا برای خدا دارن جونشونو میدن. این برنامه تنها برنامه‌ای است که از طرف انسان کامل داره تقدیم شما میشه. اینو چندین دفعه گفتم ولی هنوز نفهمیدید موضوع رو. و همچین برنامه دیگر نمیآید. فراموش کن. اگه فکر کنی میاد، فراموش کن. میره 500 سال دیگه. و یک اتفاق است، فقط یک اتفاق است که من و تو بفهمیم و هم به من داره حال میده هم به تو. یک اتفاق است و این تنها برنامه است که در جهان هستیه از طرف انسان کامل و فقط تنها برنامه است که از طرف خداست که تقدیم شما میشه. اینو میفهمی؟ نمیفهمی. بعدها میفهمی. الان نمیفهمی که وقتی بهت میگم 700 ساله که نیومده. این لطف به تو جوون دختر پسر ایرانی الان. حالا چرا؟ اینم من نمیدونم. دلته نمیدونم. اون خوشگله این دوره ما خیلی مهربونه نمیدونم. قرار اتفاقی واسه کشور ایران بیفته میخواد نجات بده نمیدونم. اینا رو من نمیدونم. خب اما روزه عرضم حضور شما که طبق روال مشخصه که دوباره تمام ادیان روزه دارن، یعنی همه ادیان روزه دارن و چند هزار ساله که روزه وجود داره. هیچ ربطی به اسلام و مسیحیت، به یهودی، به بودایی، به هندو، به هیچ کس ربطی نداره. اینا روزه دارن. روزه کلا به 3 قسمت تقسیم میشه: روزه شریعت، روزه طریقت، روزه حقیقت. روزه شریعت بهش میگن روزه عام، یعنی مردم دنیا یک زمانی روزه میگیرن، تصمیم میگیرن که یک کاری رو متحدالشکل با هم انجام بدن. اینش میگن روزه شریعت.
در روزه شریعت که همه دارن این روزه رو میگیرن، از نظر تصوف به این میگن ریاضت، یعنی هیچ وجهه الهی توش نداره. چرا؟ زیرا که گرفتن روزه، خواندن نماز یا هر حرکت عبادی، دادن برنامه‌ای همچون ریستارت، هر چیزی که مربوط به خدا، به خدای تو، انسان کامل ما بشه، باید اجازه داشته باشی. به همین سادگی توضیح دادم. اگر اجازه نداشته باشی، حتی اگر آدم خوبی هم باشی، میره رو هوا. پس روزه هم منوط بر اجازه است. حالا چرا توی چند هزار سال این روزه هست؟ این خودش سواله. شکل روزه هست، این خودش سواله. خب بعضیا آب میخورن ولی روزه میگیرن، بعضیا غذا یه وعده میخورن روزه میگیرن، بعضیا یه ذره میخورن روزه میگیرن، بعضیا اصلا نباید بخورن روزه میگیرن. این شریعت. وقتی شما بدون اجازه این کار انجام بدی، به مقامی هم میرسی. شما همین الان 340 روز هر روز یه خرما بخور و روزه بگیر. خب یه چیزایی میبینی، منطقیه. چرا؟ چون ریاضت اصلا مرتضای هندی الان دارن با همین شرایطی که شما داری انجام میدی دارن این کارو انجام میدن. به قول دوستان هواپیما نگه میدارن، قطار مرده رو تکونش میدن، میرن تو آب 5 روز میخوابن، نفس نمیکشن، ضربانشون رو تنظیم میکنن، دستشونه، رو هوا را میرن، رو آب را میرن. اینا هست عزیزم، الان هست، الان در کره زمین هست. یعنی اگر همین بچه‌های بسیج عزیز یکی از اینها بیاد روی ایران، رو آب را بره، رو هوا را بره، همش به ایمان میارن. باور کن، یعنی همه اینها بهش ایمان میارن. چرا؟ چون انسان‌ها دنبال اینن که یه چیزی رو ببینن. حالا این چیزی که میخوام ببینن چیزی که باشه، اسمش شعبده باشه یا ریاضت، هیچ فرق نمیکنه. پس روزه ریاضت وجود داره. من 20 سال پیش رو آنتن تلویزیون اعلام کردم، تلویزیون ایران اعلام کردم که مثلا خود روزه مثل لایه اوزونه. اگر یک کشوری تصمیم میگیره دروغ نگه، خیلی خوبه. یه ماه هیچ که دروغ نگه، خیلی خوبه. ربطی به خدا نداره ولی خیلی خوبه. اینکه شما عرضم حضور شما که ماشیناتون رو روشن نکنید 1 ماه، خب خیلی خوبه. مونوکسید مشکلش حل میشه، فضای اکسیژن ها، درخت ها، اینا تاثیر میذاره، لایه اوزون سوراخش هم میاد، لایه اوزون دروغ هم سوراخش هم میاد. منطقیه، اشکال نداره. ولی آیا از این شما سودی میکنین؟ نه. یک مثالی در همین مسلمونا دارن خیلی جالبه. میگن اگر کسی روزه نگیره، نه اینکه نتونه بگیره، نه اینکه مریض باشه، این دقت کنین خیلی جمله است، اون فدیه میگن، اینش میگن کفاره. 2 تا چیز متفاوته. میگن اگر کسی روزه نتونه بگیره، میشه فدیه باید بده. حالا من کاری به اون چیزای شریعتیشون ندارم، اما اگر به هر دلیلی روزه نگیره، باید کفاره بده. باید یه دونه آدم زندانی آزاد کنه، مثلا بنده آزاد کنه. اینو خودشون میگن، من نمیدونم، حالا ممکنه مثلا 2 تا باشه، 1 باشه. حالا برید تو همین رساله هاشون بخونید، میلیاردها رساله اومده بیرون دیگه، الحمدلله. الان همه دارن، همه یه رساله دارن و توش نوشته باید کفاره بدی. میدونی کفاره بدی یعنی چی؟ میگن یعنی این که این آدم روزه نگرفته از قصد. 7 میلیارد جمعیت الان، تمام مسیحیایی که روزه میگیرن و مسلمانایی که روزه میگیرن حتما باید کفاره بدن، نه فدیه. آقا حسینی یعنی چی؟ یعنی ما الان روزه میگیم دوباره کفاره بدیم؟ بعد شما اگه 31 روز روزه بگیری که هیچی، 60 سال هر شب روزه هم بگیری، شما باید کفارت رو بدی. کفاره یعنی این که شما انسان کامل پیدا نکردی، اجازه گرفتن روزه نداره. پس هر کسی که انسان کامل پیدا نکرد نمیتونه فدیه بده، روزه گرفت یا روزشو خورد یا مریض بود یه دونه اضافه بگیرم از این کارا، باید حتما کفاره بده. چرا؟ چون ایراد تو اینه که انسان کامل پیدا نکردی. یعنی شما از قصد روزه نگرفتی. چرا؟ چون بدون اجازه اصلا نمیتونی روزه بگیری. حالا هر دینی داری، شما میری مسیحی، میری انسان کامل پیدا میکنی، میگی من روزه مسیحی بگیر، میشه اجازه. مسلمانی میشه اجازه، هر کاری. روزه ربط به جسم شما داره، هیچ ربطی به روح شما نداره. شما لنگ راست تو ببر بالا، 8 ساعت نگرد، خواب میری یه چیزی میبینی.
شما الان 4 روز رو دوتا نوک انگشتات وایس و سیخ وایسی یه چیزی چشات سیاهی میره، یه چیزی میبینی. اینا هیچ ربطی به خدا نداره. خوشگله من. هیچ ربطی به هو نداره. هیچ ربطی به انسان کامل نداره و اسم نمیزنن روزه شریعتی، یعنی ریاضت. نتیجهش اینه که اگر خیلی خوب روزه بگیری آخرش مرتاض هندی، یعنی اندش اینی و وسط جهندندی به قول دوستان. یه روزه داریم به نام روزه طریقتی که تو شریعت هم نهفته است. این روزه طریقتی یعنی کسی که انسان کامل رو پیدا کرده، به شکل و شمایل زندگیش و کجاست و اینا هر چیزی که هست اجازه روزه میگیره، یعنی اجازه میده بدن آزاری کنه. پس روزه اسمش چی شد؟ بدن آزاری، یعنی من نمیخورم و بدنم رو نمیذارم بخوره. برای اینکه بفهمی فکر کن که پدری توی خانواده کل بچه‌هاشو با شلاق بنشونه بگه روزه بگیرید و چیزی نخورید. این اجازه رو کی داره که بچهش غذا نخوره؟ حالا چه برسه که این پدر بدون اجازه با کتک بچه‌هاشو مجبور کنه که 20 ساعت غذا نخورن. حالا فکر کن این رئیس جمهوره یا رهبر یک کشوره، یه پادشاه یک کشوره، میگه آقا مردم همه باید روزه بگیرن. خب اینه با اجازه کی داره این کارو میکنه؟ کی اصلا اجازه داره؟ تو به بدن خودت نمیتونی آسیب برسونی، آزار به بدن نمیتونی بذاری، غذا نخوری، نون نخوری، آب نخوری، هیچ کاری نکنی، بشینی از صبح تا شب. خب چی حالا آخرش چی؟ نتیجه روزش چیه؟ خودش جای سواله. روزه شما رو مولوی قشنگ توضیح میده، میگه از بالا میخوری از پایین میدی بیرون، اینو جلوشو میگیری اسمش گوشی روزه. سعدی میگه خور و خواب و خشم و شهوت، روزه رو توضیح میده. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. سعدی میگه شما اصلا نباید بخوابی. اگر کسی هیچ وقت نخوابید اون روزه است. هر وقت هیچی نخوردی روزه ای. هر وقت که خور و خواب خشم، هیچ وقت خشمگین نشده شما روزه ای. هر وقت که هیچ وقت شهوت نداشتی شما روزه ای. ما کلا رفتیم رو هوا، یعنی میفهمیم ما اصلا هیچی نباید بخوریم. اگر میتونی تا آخر عمرت هیچی نخوری روزه ای. اگر میتونی تا آخر عمرت نخوابی روزه ای. یعنی چی؟ یعنی به دریا بنگری دریا تبینی، به صحرا بنگریم صحرا اون خوشگله ببینیم. روزه با بستن دهان حل نمیشه. چشمو میخوای چیکار کنی؟ گوشو میخوای چیکار کنی؟ حالا چشتو میبندی، اصلا دهنت هم میبندم، صبح چشت هم میبندم، گوشت هم میبندم، میکنم توی یه اتاق آکوستیک میکنم، بسته 30 روز تو اونجا روزه میگیری. کلا رو هوایی. میدونی چرا؟ چون ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. خیالتو چجوری ببندم من؟ قیاستو چجوری ببندم؟ گمانتو چجوری ببندم؟ وهمتو چجوری ببندم؟ تا این 4 تا رو نبندی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم از هر آنچه دیده ای و خوانده ایم و شنیده ایم شد 7. این 7 رو نبندی شما اصلا نمیتونی انسان کامل درک کنی. تو اون اتاقی که بستمه چیکارت کنم؟ خیالت از کجا ببندم؟ این روزه است. شما تا وقتی خیال داری روزت باطله. فقط رفتن دستشویی روزه رو باطل نمیکنه. دستشویی نمادی است که بدونی خیالتو دستشوییه، قیاستو دستشوییه، وهمتو دستشوییه، فکر میکنی مهمی دستشوییه، میمونی فکر میکنی عالمی دستشویی. میمون میدونی برای چی میگن تقلید میکنی مثل میمونی؟ نمیدونی شما هنوز اینو. میمون این فقط نیست که ادای عرفا و اهل تصوف در میاره. نه آقا، شما یه درخت درست کن 4 تا گردو بنداز توش، میمون میاد گردو رو میگیره. انقدر به این گردو علاقه منده که مچشو باز نمیکنه، توی درخت گیر میکنه، میاد میگیرنش. دعوای میمون یعنی میمون 4 تا گردو میندازن جلوش، یه پست و یه مقام و یه کتاب و یه حرف و 2 تا حدیث بلده صف چسبیده، نمیخواد ریستارتیشه. این میمونه، دستشو میگیره گردو رو ول نمیکنه، یعنی جانش رو برای گردوش میده، لحظه مرگش میفهمه.
ما رساله دادیم بیرون آقای حسینی، ما این همه حدیث حفظیم آقای حسینی. اصلا شمس عربی بلد نبود روش بخونه. کاملا درسته. میگه نه اینجوری حرف میزد. بله درست. ولی خب شیخ بهایی هم داشتن تو وسط حکومت‌های شما توی رؤوس مملکت هم آدمای ریاستارتی بودن. نه وزیر هارون رشید بهلول اون نجات داد، خیلی‌ها رو اون نجات داد. همون وزیر هارون رشید تو اند پست و مقام بوده. نه آسیه زن فرعون وسط حکومت فرعون 2 نفر ریاستارتی بودن. یکی زن فرعون بوده که میتونست هر شب بکشش، هر شب، و یکی دیگهش رئیس گارد شاهنشاهی فرعون بوده. رئیس گارد یعنی بابای موسی رئیس گارد بوده که با مادر موسی تو خود قصر فرعون بچه دار شده، همون روزی که قرار بود نطفه بسته نشه. همه ریاستارتی بودن اونجا. بعضی از ریاستارتی ها شرایطشون خیلی متفاوته. حالا داستانهای خیلی زیادی گفتیم، نه هر کدوم از این داستانها، هر کدوم اگر داستانش و عمقش رو باز کنی خیلی پیام و مطالب بسیار عمیقی توش وجود داره. جناب آقای موسی خودش یک فردی که تو حکومت فرعونه، وسط حکومت فرعون خودش ریاستارتی میشه. ببین به کجا میرسه یک آدم که بعد سفینه میفرسته. اینا داستانی که راجع به موسی میگن کاملا غلطه. یاد بشه هر چی راجع به موسی تو شنیدی کلا رو حواس، چیزی از موسی شما نمیدونی. موسی نیروهای فضایی رو داشت، یعنی سفینه داشت، کاملا معلومه. جناب آقای فرعون ساختمونی ساخت که عدسیای مهدب و اینا گذاشته بود توش، و بعد همین چیزی که الان بهش میگن هابل داشته اون موقع. اینا خیلی که اینا رو داشتن. نه چیزی که شما میشنوید کاملا غلطه. وگرنه مردم اون دوره تا همین چیزایی نبینن ایمان نمیارن که ایمانها یواش یواش به درونی تر شده. خب روزه هم همین مشکل داره پسر خوب. تا وقتی شما اجازه نداشته باشی، حالا هر دینی داری، من کاری به دینت ندارم، چون انسان کامل ربطی به دین نداره. همه ادیان محتاج انسان کاملن. ولی شما توی روزه‌ای که داری میگیری چی تو تکون میدی خیلی مهمه. من شعر مولوی رو واسهتون میخونم، چند خطشو و بعد ادامه برنامه. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما. ای یار قمر سیما یعنی ای که مثل ماه خوشگلی. بربند سر سفره بکشای ره بالا. بالا از نظر مولوی نه اینکه بالاست. چرا؟ چون ما زبالاییم، ما بالا میرویم. هنوز ما بالا رو تعریف نکردیم. خود بالا برنامه 100 ببنده، نمیدونم اگه فرصت کنیم 110 109 112. خود کلمه بالا خیلی مهمه. بربند سر سفره بکشای ره بالا. کدوم بالا؟ ای یاوه هر جایی. من دارم مولوی میخونم، فقط بدونید صحنه دار نیست. ای یاوه هر جایی وقت هست که بازایی. بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. برو حلوایی رو پیدا کن که حلوا میده بیرون. چسبیدی به این حلوا و چسبیدی به این روزه و چسبیدی به این نماز و بدون اجازه کدوم حلوایی تو میتونی حلوا بخوری؟ حلوایی رو بیاب. حلوا رو چیکار داری؟ حالا 30 روزم روزه گرفتی، کجا تکون خورده؟ آسنی معده باریکلا. بعدش یه جا 2-3 جا تکون بخوره. کلا 3 جا تکون دادی شدی روزه، بعدش هم خوشحالی. این خیلی درده. اگر بعد از 31 روز روزه بگیری و بعد گریه کنی که چه غلطی کردم روزه گرفتم، به خدا من راضیم. یعنی تو باید 11 ماه گریه کنی چرا روزه گرفتی. این میشه فهم. بعد خوشحالی میگی آفرین روزه گرفتم، من چقدر من برتر از همسایم. خاک تو سر همسایم که روزه نگرفته. خودتو بزرگتر میدونی. بعد یارو پادشاه رهبر از این که کشورش دارن روزه میگیرن خوشحاله. یعنی از طرف خدا تصمیم گرفته مردم باید روزه بگیرن. این خیلی جالبه. اجازهش کی داره؟ اگر اجازه پادشاه داره که بده مردم روزه بگیرن یا نگیرن، که همون پیغمبر. خب پیغمبر برای چی اومده؟ به قول شما 124,000 تا پیغمبر شما میگین اومده، برای چی اومده؟ برای این اومده که پادشاه حرف مفت نزنن، باباها تو خونه حرف مفت نزنن، مامانا حرف مفت نزنن، فضولی نکنن.
مخ بچه رو نزنن، مخ زن و بچه رو نزنن، مخ خانواده رو نزنن. بدون اجازه 7 میلیارد روزه بگیرن، بوی تعفن جهان رو برخواهد داشت. بوی تعفن دهانشون. حالا شما تو روزه میخواد دوست دخترت ببینی 500 تا اتکلون میزنی، دهنت مسواک میزنی، والا فکر کن یک کسی حالا میخواد بره انسان کاملا پیدا کنه، پوی دهنش اصلا فرصت نمیده. ای یاوه هر جایی، وقت است که باز آیی، بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. یک دیدن حلوایی زانسان کندت شیرین، که شهد تو را گوید خاک تو هم ای مولا. میگه یک نظر، یک لحظه، یه دیدن یعنی یه لحظه، یک آن، اون خوشگله رو که ببینی همچین شیرینت میکنه، همچین تکونت میده که شهد یعنی عسل دیگه، شیرین ترین موجود جهان میاد رو پات میفته، میگه مولای منی تو. مرغت زخور و حیزه، مانده است در این بیزه، بیرون شو از این بیزه تا باز شود پرها. خیلی نکته است توش. ببینید یه چیزایی بعضی ما وجود داره که آدم ها بهش توجه نمی کنن. حیزه از نظر ادبی، حالا خیلی چون نمیدونم غذا میخونه یا نه، ولی همون حرفی که من زدم، بیرون روی اسمش حیزه، با هی دو چشم یعنی بیرون روی. مرغت زخور و حیزه یعنی این که مرغت یعنی تو تن تو یه مرغیه که میخوره و میده بیرون. مانده است در این بیزه، تو این بیزه کلا مرغ مونده. بیزه یعنی همین تخم مرغ که مرغ ازش میاد بیرون. بیرون شو از این بیزه تا باز شود پرها، تا مرغی که تو بیزه است، تو تخم مرغه، تا مرغ تخمو نشکنه نیاد بیرون، پری نداره. پرش اونجایی معلوم میشه، استفادهش میشه، مشخص میشه که چی؟ که از تخم میاد بیرون، بعد میفهمه پر داره، حالا میتونه پرواز کنه. خیلی جالبه. دقیقاً این بچه که تو شکم مامان میلیارد تا چیز بهش دادن که تو شکم مامان استفاده نمیشه، بیرون استفاده میشه. حالا چه برسه خانمایی که حاملن میخوان روزه بگیرن، عرضم حضور شما که به اجازه خودشون بچه هم دارن روزه میدن بهش. خودش خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. روزه خیلی هم تماس گرفتن که آقا ما میخوام اگه بخوام بچه دار شیم، خانم‌ها این چون تو اوایل ریستارت شما گفتید که تا نفهمی به درد نمیخوره، میتونیم بچه دار شیم، کی بعد بشیم اینا. اولا که یه خورده که داریم میریم جلو، همین الان 96 تا که تو گوشگری چه تکونی خوردی، حالا این که بچه دار میخوای بشی باید خیلی مطالب گفته شه. یعنی ما همینطور باید توضیح بدیم. الان توی بدن تو دعا وجود داره، الان تو بدن من و تو شرک وجود داره. بچه‌ای که به وجود میاد خیال بچه رو تکون میدی تو. ببین بچه در حال خیالم هست، قیاس و گمانم هست. بچه فقط دو تا لنگ و دو تا پاچه و اینا نیست، کله پاچه. بچه چیزایی توشه که شما اونها رو بر اساس درونی خودت تکونش میدی. یعنی چی؟ یعنی وقتی روزه میگی رو بچه اثر میذاره. ببین وقتی عرق سگی میخوری رو بچه میگن اثر میذاره. قرص زیاده الکی بخوری بچه اثر میذاره. بچه اصلا میفته به قول خود شماها. این جسمیه، یعنی هر کاری تو میکنی رو بچه اثر میذاره. هر حرکتی که در مغز و دل تو داره انجام میشه رو روح و روان بچه اثر میذاره. این مهمتره. جسمو گذاشتن برای اینکه تو بفهمی تو روحت چه میکنه، تو روحت بفهمی که این بچه که الان در ذهن شما با خیال شما فردا میاد آدم کش میشه. اینو تو کردی آدم کش. خب اگه تو برنامه اول بچه دار میشدی با 96 چقدر فرق کرده؟ بعد بچه دار شدن مسئله سکسی نیست اصلا. شما اصلا حق نداری توی بچه دار شدن سکس کنی. آقا حسینی ما اصلا کلا رفتیم بابا، یعنی چی؟ موضوع کلا عوض میشه. پسر خوب، دختر خوب، بچه دار شدن یعنی تولید